برای راه اندازی دستگاه ابتدا فیوز دستگاه که زیر قسمت بالای دستگاه روشن میکنیم. این دیجیتال دستگاه این قسمت مربوط به قالب‌های بالاست و این پایینی مربوط به دمای قالب‌های پایین هست. این کلید مربوط به روشن شدن المنت‌های قالب‌های بالاست که روشن می‌کنیم و این مربوط به قالب‌های پایین. برای تنظیم دمایی که مربوط به قالب هاست ابتدا این دکمه رو 2 ثانیه نگه می‌داریم. این ست 1 نمایش میشه و عددی که در واقع مربوط به دمای بالا هست اینجا دیده میشه که الان روی 141 درجه تنظیم شده. شما میتونید توسط این فلش ها دما رو بالا پایین کنید. ما به عنوان مثال دمای بالا رو روی 140 درجه تنظیم میکنیم. بعد مجدد این دکمه رو فشار میدیم، ست 2 میاد. ست 2 باز دمای قالب پایین نشان داده میشه که الان رو 180 درجه. این رو هم به همین صورت میتونید در واقع دماش رو تنظیم کنیم. رو هم 180 درجه ما تنظیم کردیم و این دکمه رو که فشار بدیم این دما ست میشه. یعنی دمای قالب‌های بالا الان رو 84 درجه است، میره تا 140 درجه. 140 درجه که برسه خودش قطع میکنه. باز دما که بیاد پایین باز مجدد وصل. دمای پایین هم الان قالب‌های پایین روی 74 درجه است تا 180 درجه میره و موقعی که رسید به 180 درجه خودش اتومات قطع میکنه.